بعضی مردم به قصد احتیاط یک دو روز قبل از رمضان روزه می دارند، حال آنکه آغاز ماه مبارک رمضان با دیدن هلال ماه رمضان واجب می شود و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این کار منع فرمودند. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند هیچ یکی از شما یک یا دو روز قبل از رمضان روزه نگیرد مگر کسی که عادتش در این روزها روزه گرفتن بود، پس برایش اجازت است که در این روزها طبق عادتش روزه بدارد. روایت بخاری و مسلم. یعنی اگر روزه عادتیش به این روزها راست آید، طبق عادتش میتواند یک دو روز قبل از رمضان روزه بدارد، ولی غیر از چنین کسی نمیتواند یک دو روز قبل از ماه رمضان به خاطر احتیاط روزه بدارد. روزداری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. با طلوع عطر ماه رمضان کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است، ماه سیاه، گر ز دل باشد تراویح و قیام.